سلام، من دو نقطه‌ام. به چنل یوتیوبم خوش اومدین. بیایم با هم این کرکتر بامزه رو از اول طراحی کنیم. اول اسکچش رو زدم و عکسش رو وارد ایلاستریتور کردم. بعد دونه دونه سعی میکنم که شیپ های اصلی رو با استفاده از ابزار پن در بیارم و حسابی صاف و صوفش کنم اول. اوکی. بعد از اینکه صورتش رو کشیدم، این رنگ وسطش رو تبدیل به استروک کردم که بیشتر حاکم باشم که ببینم چی کار دارم میکنم. پس هم اول دقت میکنم که کاملا خطی که میکشم درست باشه و دقیق و ریزکاریاشو انجام میدم. خب دستاشو هم بکشیم و بچه به این چیزای ریز دقت کنین. مثلا این وسط خط یه نقطه گذاشتم که بتونم منحنیش کنم و همونطور که دیدین اون تیز بود و برای اینکه بتونم اونو به شکل یک نقطه منحنی در بیارم روش کلیک میکنم و از اون بالا قسمت کانورت اون شکلی که هلالی هستش اون انتخاب میکنم. الان دوباره همین کار رو تکرار کردم و این باعث میشه که من بتونم اون هندلاشو و به قولی بازوهاشو بهتر تنظیم کنم، از حالت تیز در بیاد. خب میریم سراغ چشما، تنظیمش میکنیم و بعدم بقیه مراحل. این گونه ها رو خیلی دوست دارم. اکثرا توی مسکاتایی که من طراحی کردم یه جورایی چی گفت امضای کارمه. خیلی دوست دارم که گونه های بامزه گردالی داشته باشه. بچه اگرم سوالی داشتید توی کامنت ها از من بپرسید. خب یه کپی از کارم میگیرم که اگه دوست نداشتم نتیجه رو یه بکاپ داشته باشم و چشما رو استروکش کردم. خطای زیر چشمو من دوست دارم که دو طرفش نازک باشه، همونطور که دیدین. از اون بالا میتونم تنظیم کنم که خطی که کشیدم چه شکلی باشه. بچه‌ها برای اینکه به چشمم یه ذره بود بدم میخوام لایه لایه کار کنم و دیگه نمیام با پن از اول طراحی کنم. از چشم 2 تا 3 تا کپی میگیرم و قسمت هایی که میخوام رو از طریق قسمت پثفایندر جدا میکنم و میذارم روی چشم اصلی. همین سادگی. بعدم یه کوچولو دوباره تمیزکاری های دور صورتش رو انجام میدم. حالا یه نور خیلی ملایمی میخوام از بغلا به شیپ صورتش بدم که یه بودی دوباره به صورت بده. از قسمت استایلایز افکت یه بنفشی رو انتخاب میکنم و بعدم میام از طریق تنظیمات تنظیم میکنم که چقدر این رنگ بنفشی که همونطور که از حاشیه ها داره نشون داده میشه چقدر پررنگ باشه، چقدر کم رنگ باشه، درصد بلارش چقدر باشه. تمام اینا رو تنظیم میکنم و اوکیش رو میزنم. البته فکر میکنم بازم نیاز به تغییرات داره و از قسمت اپیرینس میتونید دوباره به اون افکت دسترسی داشته باشید. اینر گلو رو انتخاب میکنم، یک کوچولو تیره ترش میکنم و بلارشم میذارم روی C. اپیسیتیشم 45. اوکی. حالا خیلی نرم تر شد، میبینید؟ خیلی خوب، بریم که باقی بدنش رو هم بهش همون افکت رو بدیم. بچه اگه یه بار شما افکتتون رو تنظیم کنین دیگه مابقی رو وقتی میخواین همون افکت رو اپلای کنین فقط از قسمت افکت اپلای اینر گلو رو که بزنین همون تنظیمات اعمال میشه. ولی خب برای قسمت های کوچیکتر مثل دست و پا میتونید که بیاین و بعدن یه کوچولو بلارش رو کم کنین. مثلا به جای 24 من 8 دادم برای دست و پا. خیلی خوب. اینجا یه ذره تمیزکاری نیاز داره. اوکی. کوچولو هم داره شکمشو. حالا رنگ بدیم به گونه هاش. صورت یاسی روشن فکر میکنم خیلی قشنگ باشه روی این کار.
اینم باحال شد. آره یه کار دیگه هم میشه کرد. صبر کن. خب اینو مسکش کردم شیپو از همون جایی که دیدین و حالا داخل این مسک استروک های رنگی میکشم، یه ذره روشندرش کنیم و کپی ازش بگیریم. حالا همش رو سلکت میکنم و اندازش رو این شکلی تنظیم میکنم. توی قشنگتر شد نه؟ خب بریم سراغ دهنش که صاف و صوف کنیم و تنظیمش کنیم. زبونش هم یه ذره تیره تر باشه. اوکی خیلی خوب. حالا باید اون حاله دور سرش رو بکشیم. خب 2 کپی ازش گرفتم و الان با پثفایندر اینا رو جدا میکنم و اوکی این یه دونه حاله میمونه. حالا اینو باید که تنظیمش کنم. این قسمت سرش رو با پن میکشم و دوباره با پثفایندر 2 تاشو سلکت میکنم و اون قسمت وسط رو پاک میکنم. خب یه دونه استروک باشه دورش. حاله اصلی یه بنفش شارپی باشه. و راستی بچه ها وقتی میخواین یه قسمتی از استروک رو جدا کنین مثل من 2 تا نقطه با پن روی استروکتون بذارین، بعد نقطه ها رو سلکت کنین و از بالا اونی که علامت قیچی داره رو انتخاب کنین. این شکلی بعد اینکه دلت رو بزنین اون قسمت از استروکتون پاک میشه. خب حالا ستاره های دور هلال سرش رو میکشیم. یه ستاره 4 پر میکشم و از این قسمت میتونید تنظیم کنید که ستارتون چه شکلی باشه. یه دونه این بالا میذاریم و یه کپی هم ازش بذاریم این پایین. خب بچه برای اینکه یه ذره بیشتر به کار بود بدیم یه سری شیپ دقیقا شکل صورتش، یه قسمت هایی از صورتش میکشم و رنگش هم یاسی میگیرم و خیلی خیلی اوپسیشو کم میکنم که یه سایه کوچولویی به صورتش بده. فقط برای چشماشم فکر میکنم که این یه ذره بعد بیشتری به چشش میده. و یه مشکلی که داریم الان این پایین اگر که دقت بکنید یه سری شیپ ها از اون خط زیر چشمش زده بیرون. اینا رو باید که بتونیم پاک کنیم. همه اینا رو با هم سلکت میکنم و بعد از اینکه سلکتشون کردم این گزینه رو که الان دیدید انتخاب میکنم، آلتو میگیرم و روی قسمت های اضافی فقط کلیک میکنم. همین خودش پاک میکنه. یه حاله توسی هم بدیم به پشت چشاشو. فکر میکنم الان قشنگتر شد. نظر شما چیه؟ یه ذره لپاشو بزرگتر میکنم که بامزه تر بشه. کلا لپ هرچی بزرگتر کیوت‌تر. یه شیپ هم دور زبونش میکشم که یه سایه ریزی هم به زبونش بدیم و یه ذره حجم بگیره. بعدم نوبت میرسه به تمیزکاری های دوباره یه ذره پاهاش فکر کنم بعد استروکاشو تنظیم کنم. حالا میخوام برای شکمشم باز سایه بکشم و خب راحت ترین راه همینه که 2 تا ازش کپی بگیرم بندازم رو هم و یه قسمتشو جدا کنم. همینطور که دیدید با پستی کم میذارمش دور شکمش. یه ذره هم این سایه صورتش رو تنظیم کنم. حالا برای پاهاش میخوام سایه درست کنم. همون تکنیک رو دوباره اجرا میکنم و برای پاهاش فقط قسمت پایین پاشو سایه میدم. اوکی. یه کوچولو تیره تر از سایر جاها باید باشه که قسمت پایین پا. حالا با گردالی های کوچولو جزئیات کار رو بیشتر. یه سری سایه های ریز دیگه هم میخوام اضافه کنم که باز جزئیات بیشتر داشته باشه. کلا بچه توی مسکات
جزئیات هرچی بیشتر باشه کار بامزه تر و حرفه‌ای تر میشه. البته اینم در نظر بگیرید که کلا یه مرز باریکی داره که نباید اجازه بدین اوور بشه دیگه. یعنی خیلی جزئیات شلوغ پلوغ و اینا اد نمی کنیم که کار از حالت حرفه‌ایش در بیاد، از مینیمال بودنش در بیاد. همونطور که دقت میکنید ببین مثلا تمام سایه هایی که من اد میکنم اضافه میکنم خیلی با اوپسیتی کم و نامحسوسه. یه کوچولو هم لک دوره لوپاش اضافه میکنم و یه سری گردالی های نورانی که دایره رو از قسمت گاشن بلور یه ذره بهش بلور میدم و یه کوچولو هم بهش گلو میدم. دیگه تنظیماتش رو نسبت به سایز کار خودتون باید تنظیم کنید. خب این شکلی یه ذره وایب ماجیکال داره، یعنی یه ذره جادویی طور میشه وقتی نور به کار اضافه میکنی. خب بعد از اینکه سایه ها رو اضافه کردیم یه سری از قسمت ها رو هم شیپ های روشن اضافه میکنیم. یه کوچولو هم بلار میدیم بهش که یه کنتراستی به کار بده و سایه نور سایه هاش اوکی باشه. خیلی خوب، اینه دیگه آخرین کارهاییه که داریم انجام میدیم و این حاله دور سرش هم یه کنتراست نیاز داره. اینو هم یه شیپ تیره تر بهش اضافه میکنم و تمام. چطوره؟